بچه‌ها ویدیو خوش شدن اشتباهی به اون برفتم من اصلا نمی‌دونم زدم. بچه‌ها خب سعی تازه براتون توضیح کنم. اول از همه که ما شاید ویدیو دوباره داشته باشیم. یکی با سامراد ان شاءالله بهش میرم زنگ بزنم. فقط چند دقیقه دیگه فقط می‌خوام سعی براتون توضیح بدم چه اتفاقاتی افتاد و اینکه ما خیلی اتفاقات افتاد. بچه‌ها ما نتونستیم یا پارت 2 آقا مسی اومدیم یا آقا مسی رو شده کردیم. اینا مسی خب می‌خوام برم اینجا براتون اتفاقا رو تعریف کنم چه اتفاقاتی افتاد. بچه ما همونطوری که اینجا مشاهده کنید اتلتیکو دوش بردیم، اینجا 3-1 بردیم، اینجا ما 5-1 زدیم چلسی و مجموع شد 8-3. حالا اومدیم که اینجا جامعه حذفی دور رفت و 2-3 زدیم، دور برگشت 2-3 زدیم و اینجا چلسی که 3-2 زدیم. اینا بغل یادتون مطمئنم. حتما بریم پارت قبلیشو ببینین، بریم تو کانالم بریم قبلیشو ببینین. خب بچه ما اینجا که مشاهده کردیم فینال مقابل رئال با وضعیت بعد ترشتگن تو پنالتی 4 باختیم. اینجا ما رفت با میلان 3-3 کردیم و برگشتش تونستیم 3-1 بزنیم و حالا بازی بعدیمون با رئال مادریده. اینجا مشاهده میکنین و توی لیگ قهرمانان خوردیم به رئال مادرید که واقعا کارمون خیلی سخته. بچه پارت بعدی که این پارت خیلی قرار زود تمام بشه همه اتفاقات براتون توضیح دادم و از اینکه ما الان جاوی تقریبا از همون ناراضیه زرده تو کلان تعویضی میذاره و بچه ها من سریع میرم به سامراز زنگ میزنم و میگم میاد یا نه. بس منتظر اون ویدیو باشی چی میشه. خب میرسون بازی رئال مادرید و خدافظ تمام شد. شد ببخشید واقعا نمیدونم یه اتفاقات عجیبی افتاد. اون قطع میشده حافظم برد حالا پاک کردم خیلی کم شد. شد رئال سوم و با فرناندز گل زد. یعنی 58 اومدیم تو بازی. میام ساعت چنده بچه ساعت 7:30 سریع ویدیو تمام میشه و میام سراغ سامراز زنگ بزنم. مسی بزن توی دروازه. آقا چی؟ گل خوی اصلا ساید همین اول آفست. بچه آمار هم بهتون نشون میدم و ویدیو تمام میشه.
داده باشه بخوبی. خب مثلا چرا خاموش کردم باشه اومدم سلام باشه از آمار منه همونطوری که شاده داریم میخونیم بایسا بچه ما 17 گل و 21 بازی گل ببرید هیچی از آن میشم برام شده دفعه بعدی من با دفاع نرم هیچی هست 90 من شده خیلی خیلی چون این ویدیو خیلی زود تمام شد میدونم چون به خاطر یه حالا یه ویدیو داریم خیلی طولانی اشکال نداره این ویدیو پارت 2 مسی بود و 6 دقیقه شد بچه ها متشکرم که ویدیو خوش اومدید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار مثلا صحبتتون توضیح بدم چه ما توی لیگ به خوبی اولیم و توی جام حذفی همونطوری که مشاهده میکنید یعنی تو سوپر کاپ 5 پنالتی باختیم 4-1 جام حذفی پنالتی باختیم این چرت پرت اینا سوپر کاپ و اینا بله اینجا ما خوردیم به رئال مادرید خیلی کار سخت لیگ اروپا صورت بعد 10 سال صعود کرد بدون برونو فرناندز خیلی از لیگمون و بچه ها این ویدیو 7 دقیقه 8 دقیقه اینا شد و میدونم که خیلی کم بود و ویدیوات ما 20 دقیقه یه رو به اینا بچه اتفاقات رو براتون تعریف کردم توی اولای ویدیو ولی یه ویدیو داریم که خیلی طولانی قرار بشه 25 دقیقه یا اینا من میرم ویدیو رو پاک میکنم ولی تو یوتیوب میمونه بریم اونم ببینین اگر خوشتون اومد سابسکرایب کنید قبل از که ویدیو تموم بشه لایک و ساب یادتون نره زنگوله هم اگه دوست داشتین بزنید تا ویدیو ساماد خدا نگهدار حتی شاید نوا شدم چیکار نداره باز فردا پس فردا حتی فردا پس فردا نه شنبه یک شنبه باز با ویدیو با سامان میذارم هی زنگ میزنم جواب نمیدید این چیز شده نمیدونم تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار منتظر ویدیو از من سامران باشید چون قرار سندم بیاد و من مریضه دیگه اینا بچه ها 8 دقیقه شد دیگه خیلی تلف نمی کنم تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار یعنی تا ویدیوهای بعدی